افراد بیشناسنامه از دریافت خدماتی مثل بیمه درمانی، مثل حق تحصیل و آموزش محروم هستن. این افراد نمیتونن هیچ جا استخدام بشن و حتی نمیتونن به مسافرت برن و از دریافت تمام خدمات عمومی مثل یارانه، مثل داشتن حساب بانکی و دریافت انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و حتی پروانه کسب هم محروم هستن. این افراد حتی نمیتونن نون مورد نیاز خودشون رو از نانوایی ها دریافت بکنن و حتی نمیتونن برای نوزادان خودشون از داروخونه ها شیر خشکی رو که الان توی بلوچستان سهمیه‌ای شده هم دریافت بکنن. در بسیاری از موارد هم این افراد به عنوان اتباع بیگانه بازداشت میشن و رد مرز میشن. اما حل مشکل بیشناسنامه‌های بلوچستان به دست حکومت به سادگی امکان پذیر هستش، چرا که حکومت میتونه با تخصیص بودجه اندک اون هزینه سرسام آور تست DNA و پروسه طولانی و زمانبر شناسنامه دار شدن رو از بین ببره. حکومت میتونه با کمک گرفتن از معتمدین بومی و محلی برای تشخیص هویت متقاضیانی که در واقع ساکنان دیرینه این سرزمین هستن اقدام بکنه و باعث بشه که این افراد شناسنامه دار بشن. اما متاسفانه تا کنون نه تنها هیچ گونه اراده‌ای برای حل این مشکل از سمت حکومت دیده نشده، بلکه حتی در بسیاری از موارد شورای تأمین استان و مقامات قضایی و امنیتی در حال کارشکنی برای استمرار همون سیاست‌های کنترل جمعیت در بلوچستان هستند.